ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 69. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. خوجین سرخم کرده به فکر فرو رفت و بعد از دقیقه سرش را برداشته به من نگاه کرده به گپ در آمد. وی باز می آید، هیچ گور نمی رود و جایی می رفتگی هم ندارد. گفته خاموش ماند و بعد از ثانیه‌ای دوام نمود. مگر شما نمی دانی؟ او دادری من است. دادری سببی باشد هم دادر است. بعد از وفات مادرم، پدرم مادری او را گرفته بود که این آن وقت بچه 2 ساله بود و همراهی مادرش به خانه ما آمده در اینجا خورده پوشیده کلان شد. مادرش از خانه ما خوب دزدی کرد. بعد از وفات پدرم مادرش میراثش را پررگ گرفته با چیزهای دزدیش از خانه ما به یک حولیچه ویرانه‌ای که از پدری این بچه مانده بوده است کوچیده رفت. این بچه در آن وقت 10 ساله شده بود. مالی مرده پسی مرده و مالی دزدی برکه ندارد میگویند راست است. زنک میراثی از پدرم گرفته‌اش و هم چیزهای دزدیده‌اش را در 2 سال خورده تمام کرد. این بچه سر برهنه پا برهنه گشنه و تشنه در کوچه ها میگشتگی شد. رحمم آمد و او را به استاخانه خود آورده شاگرد کردند. کلان شد، استا شد. من او را به بالای استاها سرکار بر این کرده ماندم که آبرو یابد، هرچی باشد دادر است. اما او در وقتهای آخر به من چنان معامله می کند که گویا شریک دولتی من باشد. روز تماما تاریک شده بود. خوجین به بالا خانه در آمده شمعدان و گوگل برآورده در شبگه شمع را درگیراند. خوب، حسابمان را کنیم، وقت رفت گفت. من دفتری بعد از حسابی استاخانه پوشانده ماندگیم را دوباره کشادم و با املای خوجین حسابی خرید و فروختی آن روزه دکانش را به دفتر قید کردن گرفتم. بابای پایفزال دوزان. خوجین بعد از تمام شدن حسابی به حولی درونش فرا آمده آش و دسترخوان برآورد. ما به سری طعام نشستیم. هنوز خوراک را خورده تمام نکرده بودیم که از رهرو آوازی پا برآمد و بعد از آن از زینه بالا برآمده ایستادنی یک کس معلوم شد. خوجین کی باشد
گویان به سر زینه چشم دوخته ایستاد. اما تا به پیش شمع نزدیک آمدن آینده کی بودن او را ندانست. همین که آن آدم نزدیک آمد، خوجین ای بابا کو؟ گویان از سری دسترخوان جسته خیست و به آینده نزدیک رفته او را به بغل کشیده واخوردی کرد. هر دو با هم آمده در کنار دسترخوان نشستند. خوجین او را به آشخوری تکلیف کرد، اما او به طعام دست دراز نکرد. حاضر از خانه طعام خورده آمدم گفت. خوجین هم دوباره به طرف طعام نگاه نکرد. هرچند هنوز سیر نشده باشم هم من نیز دیگر به طعام دست دراز نکردم و گفتگوزاری این دو دوستی نزدیک را در زیر دقت گرفتم. خو گپ زنید کنی شیر دیاروبا؟ گویان خوجین از آن آدم پرسید. از دولت خدای و پیر این غلام همیشه شیر است، جواب داد او. به دست در آوردید؟ به دست در آوردم. آوردید یا فروخته آمدید؟ آوردم، چون که خریداری درست یافت نشد. این باز هم نخستر، چون که چشمان دیگرهاشان به جایش می افتد و می دانند که از گریختن به آنها فایده نبوده است. خب اکنون همه‌اش را گفته دهید چی؟ به شهر سمرقند فرا آمدم. گویان آن آدم به گپ در آمد. از یک کهنه دوزی که در کوچه شهری کهنه به چشمم واخورد، گذر و خانه بابای پایفزال دوزان را پرسیده گرفته راست به آنجا رفتم و خود را شناساندم و کاری کردگی سفر و حاتم را حکایه کردم. بابا در سمرقند بودن آنها را، در یک استاخانه کار کرده ایستادنشان را و تا حال استاکاری صاحب آن کارخانه به آنها بونک ندادنش را گفته داد. آن آدم در اینجا حکایه خود را بریده به خوجین با آهنگ شوخی آمیز گفت. آشتان را که نخوردم، مگر یک پیاله چای تلختان را هم از من دریغ می داری؟ می بخشید. با دیدن شما من همه چیز را فراموش کردم، حتی آدمگری را هم، گفت خوجین با آهنگ خجالتمندانه و از جایش جسته خیسته به حوری درونش در آمده از آنجا در دو دستش 2 چاینیک چای را گرفته آورد و در خانه 2 چاینیک چای تیار بوده است. هر دویش را هم یک باره آوردم. گویان به جایش گذشتن نشست و به مهمان 1 پیاله چای کشیده داده. خب بعد چی شد؟ گفته پرسید. مهمان چای را نوشیده ایستاده دوام نمود. از گفته های بابای پایفزال دوزان سمرقند معلوم شد که سفر و حاتم آنجا رفته به بابا واخوردند. ما از بخارا در آنجا از یگان استاخانه بونک نگرفته ایم. برای تماشای سمرقند آمدیم. اگر استاخانه خوبی یافت شود در اینجا میمانیم، نباشد بعد از تماشا کردن شهر باز به شهر خود می رویم. لیکن تا وقتی که اینجا باشیم کار کرده ایستادنمان در کار است تا که پولی چای و نان را یافته ایستیم، گفتند. وی آنها را به یک استاخانه برده به کار مانده خواسته است که کمی هم باشد از آن استاخانه به آنها بونک گرفته دهد تا که بابایانه زیادتر روید. لیکن استاکار نداده است. اینها 2 ماه اینجا کار کنند. اگر گریزه نباشند و از پسشان کسی کافته نآید، در آن وقت بونک دادنم ممکن، گفته است. بابا از بالای کارشان 5 تنگه بابایانه گرفته آنها را به آن استا به کار سپرده است. با طلب مهمان خوجین به او باز چای کشیده داد. می بخشید. به حکایه شما غرق شده چای کشیده دادنم را از خاطر برآوردم، گفت خوجین با آهنگ عذرآمیز. مهمان پیاله دویم را خالی کرده دوام نمود.
فردای آن روز من همراه بابا به استاخانه‌ای که سفر و حاتم کار می کردند رفتم. آنها مرا دیده مانندی مرغی که شغال را دیده باشند شخ شده ماندند. من مقداری بونکی از شما گرفته آنها را با خراجاتی راه و حقی بابایانم حساب کرده به استاکار گفتم اگر اینها به شما در کار باشند همین مبلغ را دهید و خودشان را به خدمتتان نگاه دارید. اما استاکار قبول نکرد و این نرخ به من گرانی می کند. شما اینها را برده به جایی که نان و نمک خورده اند سپارید گفت. همین طرز شده من آن گریزه های احمق را گرفته آوردم. خوجین به مهمان چای کشیده داده به گپ در آمد. بارک الله، شما خدمتی کلانی کردید. من این نیکی شما را هیچ از خاطر نمی برارم. اگر یگان دیوانه بچه به کدام گوشه مضافاتی بخارا گریخته رود هرچی قدر دور دست باشد هم به دست در آوردن او ممکن و آسان بود، چون که اینجا مملکتی خودمان بوده. در سایه دولت جناب عالی در هر کجا گپی ما و شما را می شنیدم. وقتی که من شنیدم سفر و حاتم به سمرقند گریخته رفتند امیدم را تماما کنده بودم، چون که آنجا خاکی روسیه بوده. کارداران حکومتی آنجا به گپ ما و شما گوش نمی انداختند. بنابراین من این کامیابی را محض از غیرت و کاردانی شما می دانم. سلامت باشید. مهمان پیاله خالی شده را به طرف خوجین دراز کرده من که ریش خود را در این راه سفید کردم چیکار کردنم را می دانم و نانی را که از این راه می خورم حلال کرده می خورم گفت با آهنگ مغرورانه و بعد از آن با آواز خود یک نوع آهنگی خاکساری ساخته را آمیخته دوام نمود. لیکن خروس در همه جا برابر جغ میزند. میگویند که تماما درست است. در سمرقند هم همه دیوانه بچه ها در زیر دستی بابا، همه آنها با بونک به استاخانه ها بند. استاکارها بی مصلحتی بابا یگان کس را به کار نمی گیرند و حاکمان روس به این کارها هیچ دخل نمی کنند. میرشبی شهر به بابای آنجا در رسالتان قاعده های نوشته شده کسبه ها چیزی که نوشته شده باشد به همان عمل کنید. ما کار نداریم گفته است. انا اگر در سمرقند خروس برابری خروسی بخارا جیغ نمیزد، اگر در آنجا دیوانه بچه ها در زیر دستی بابا ندر آمدگی می بودند، من گردی پای اینها را هم از آنجا آورده نمی توانستم. خب چقدر خراجات شد؟ گفته پرسید خوجین. خراجاتی رفت و آمد، خراجاتی راهی گریزگان، خراجاتی که در سیر سمرقند کردم و حق بابایانه بابای پایفزال دوزانی سمرقند همگی 500 تنگه شد. ضرر ندارد گفت خوجین. من آن مبلغ را به شما خدمت کرده داده از طرف خودم هم 100 تنگه بابایانه می دهم که همگی 600 تنگه می شود. روزی شنبه که گریزه ها را اینجا آوردید در پیش خودی شما این مبلغ را دو تقسیم کرده به بونکی هر کدام آنها 300 تنگگی همراه می کنیم و قرض هر کدامش 1300 تنگگی می شود. در آن وقت دیگر گریختن را به یادشان نمی آورند و تا مردنشان کار کنند هم این قرض را ادا کرده نمی توانند.
این آدمی که قدی دراز، ریشی ماش و برنجی پهن، روی سفید، بینی بلندی نوک خم و سله کلانی سفیدی ملایانه داشت، بابای پایفزال دوزانی بخارا بود. بابا تا روزی شنبه در پناه خدا باشید گویان از پیش خوجین خیست. من هم از جایم خیسته به او همراه شده از آنجا برآمدم. من می‌خواستم در راه از او درباره دیوان بچه ها و درباره رساله آنها معلومات گیرم، اما او به پرسش‌هایم جواب درستی نداد. وقتی که من به او بالای هم سوال دادن گرفتم: دادر، شما ملا بچه در آینده ملای کلانی می شوید. شما هیچگاه موزه دوز یا کفش دوز نمی شوید که این گپ‌ها به شما در کار شوند. گویان از جوابدهی قطعیاً باز ایستاد. از این حرکتی او من به فهمیدن قاعده های هنرپیشگانی بخارا و سبب دیوانه بچه نامیده شدن آنها باز هم حریص‌تر شدم، چون که انسان به کاری که من کرده شده است حریص‌تر می شود می گویند. من در زیر طاق زرگران از بابا جدا شده به طرف مدرسه بدلبی رفتم و او به طرف حولی خودش روان گشت. من به حجره در آمده خوابیدم، اما فکر و ملاحظه احوال دیوانه بچگان به خواب بردن راه نمیداد. این چیکار است که همه هنرمندان یک پیشه به یک بابا تابع باشند و او آنها را به کجایی که خواهد برد و به کدام استاخانه‌ای که سپارد حق داشته باشد. بعد از پیشین یک روز پنجشنبه استا مراد کفش دوز را در لب حوض دیوان بیگی دیدم و از سماوارچی یک چایnik چای پرسیده در پهلوی او نشستم و به همین سوالهای خود درباره پیشوران بخارا از او جواب یافتم که اینک در باب الاهیده گفته‌های او را خلاصه کرده می نویسم. جمعیت‌های پیشوران در بخارای امیری. در بخارای امیری همه کاسبان و پیشوران جمعیت داشتند. اهل هر پیشه به جمعیتی که به پیشه خودش داخل دار است داخل حساب می یافت. اما برای به جمعیت داخل شدن عریضه دادن یا حق اعضاگی دادن بر این شرط ها نبوده، مادام که او مثلا بافنده است، اعضای جمعیتی بافندگان یا کفش دوز است، اعضای جمعیتی پایفزال دوزان به شمار می رفت. اهل هر پیشه با تلقین روحانیان یکی از آدمان تاریخی یا افسانوی دینی را به خود پیر، راهبر قرار دادند. چنانچه پیری بافنده ها امام اعظم است، پیری پایفزال دوزان بابای پاردوزی بخارایی است که در زمان خود کهنه‌دوزی کرده بوده است. پیری مشکابان عباس عمکی پیغمبر است که در واقعه کربلا به گروه امام حسین از دریای فرات با مشک آب کشانده بوده است. پیری آهنگران داوود پیغمبر است که او در زمان خود گویا زیره سازی کرده بوده است. پیری سیسان قنبر است که سیسی علی یاری چارمی پیغمبر بوده است و مانند اینها. روحانیان برای پیشوران هر پیشه قاعده و قانونی نوشته نام آن را رساله ماندند.
در رساله دعاهایی نوشتند که پیشور در سر کردن کار، در رفت کار موردهای معین و در تمامیت کار باید آن دعاها را خواند. مناسبت پیشوران با بابا یا آقسقال با استادان خود و با صاحب کار نیز در آن رساله ها تعیین کرده شده است. البته آن مناسبت ها به نفع بابا، آقسقال، استاد و صاحب کار و بر ضرر پیشور بودند. کدام پیشوری که یکی از قاعده های در رساله نوشته شدگی را ویران کند به بابا یا به آقسقال مبلغی با نامی بیقاعدگی میداد که این بجای شترف بود. بابا یا آقسقال یک قسمی آن پولهای از بیقاعدگی جمع شده را خرج کرده، هر سال چند بار به مقدار پولی جمع شده نگاه کرده با نام ارواح پیر ضیافت میداد. آن ضیافت در شکل دینی تشکیل یافته با ختم قرآن میگذشت. خورندگان آن ضیافت هم اول روحانیان، دوم استاکاران، صاحبان کارخانه، استاهای کلان و وافروشان، کسانی که محصولات آن پیشه را خریده می فروختند، سوداگران و جلابان بوده. وظیفه پیشوران عادی در آن ضیافت خدمت کردن بود. اگر چیزی از خورندگان کلان زیادتی کند به قدری رسمش می خوردند، وگرنه از آن ضیافت خشکلب می رفتند. شاگردی هر پیشه هرچی هنرمند شده باشد هم تا ضیافتی تشکیل داده میانش را نبنداند از مرتبه شاگردی به مرتبه استایی گذشته نمی توانست. در ضیافت میانبندی عادتاً استای بی واسطه آن شاگرد با کلان شوندگان آن پیشه بابا و آقسقال حاضر می شد و البته 2-3 نفر روحانی ها هم پیشگاه مجلس ضیافت میانبندی را اشغال می کردند. شاگرد در آخر ضیافت با استای بی واسطه خود پیشکش کلانی می کشید. روحانیان، بابا و اگر شاگردی استاخانه باشد، استاکار را هم از پیشکش خالی نمی ماند. استاکار بعد از گرفتن پیشکش یک رویمال را به میان شاگرد بسته، به دست او از ابزالهای آن پیشه یگان چیز را، اگر دریدگر باشد تیشه یا اره، گلکار باشد انداوه، سرتراش باشد پاکو یا قیچی و مانند اینها را می سپورد و به او با شرط موافق رساله رفتار کردن به سر خود مستقیلا کار کردن را رخصت و فاتحه می‌داد. روحانی ها قرآن خوانده به ارواح پیر آن پیشه می بخشیدند و با همین ضیافت میان بندی تمام می شد. در هر جمعیت پیشه‌وری یک بابا یا آقسقال بود که کارهای آن جمعیت را بی واسطه او اداره می کرد و این چنین یک پیکار بود که او در وقتی در کاری اهل آن جمعیت را خبر داده در یک جا جمع می کرد یا دیگر کارهای میده چویده جمعیت را با فرمایش بابا یا آقسقال ادا می نمود. عادتاً در هر جمعیت بابا یا آقسقال انتخاب می شد، لیکن در انتخاب غیر از 2 جمعیتی که خصوصیت آنها در پایان بیان کرده خواهد شد، فقط استاهای کلام، استاکارها و وافروشان اشتراک می کردند. درسترش این انتخاب کنندگان بین خود مشورت و سازش نموده یک کس را بابا یا آقسقال تعیین می کردند و پایکار را باشد خودی بابا یا آقسقال تعیین می کرد. پیشوران عادی خواه در مجلس انتخاب حاضر شده باشند خواه نی، وظیفه اشان کی انتخاب شدن را شنیدن بود. کلانترین این جمعیت های پیشوری جمعیت های پایکسال دوزام، مشکابان، سیسان و بافندگان بودند. از این جمعیت های کلان جمعیت های سیسان و مشکابان با وجودی با روحی دینی نوشتگی بودنی رساله هاشان یک درجه منفعتی پیشوران را رعایت می کردند و انتخابات اینها هم به شکل عمومی بود.
چنانچه آقسقال مشکابان هر حوض را عامه مشکابان آن حوض به طرز کشاده انتخاب می کردند. مشکابان حوضهای خورد که شماره شام کم باشد در انتخاب آقسقال به مشکابان یگان حوض کلانتری که به خودشان نزدیک باشد همراه می شدند. وظیفه اساسی آقسقال مشکابان مدافع کردن حقوق مشکابان بود نسبت به آبخوران. مثلا یک مشکاب با یک صاحب حولی با مزد معین سازش می کند که هر روز یک مشک یا 2 مشک آب کشانده می دهد. اگر در بین صاحب حولی و مشکاب جنجال برآید، مثلا صاحب حولی حق مشکاب را پر ندهد، مشکاب دیگر به آنجا آب نمی کشاند و این حال را به آقسقال خبر می داد. در این مورد هرچند صاحب حولی پول زیاد دهد هم یگان مشکاب دیگر به او آب کشانده نمی داد. اگر یگان مشکاب به پول فریفته شده به آن گونه حولی آب کشاند، آقسقال از او به نام بیقاعدگی پول می ستانید، اشتراف می گرفت و منع می کرد که دیگر به آنجا آب نکشاند. اگر آن مشکاب باز قاعده را ویران کرده دویم باره به آنجا آب کشاند، آقسقال او را از حقوق آب کشانی محروم کرده از قطار مشکابان می برآورد. خلاصه تا صاحب حولی مشکاب اولی خود را راضی نکند، مشکاب دیگری به او آب نمی کشاند. بعد از سازش کردن صاحب حولی با مشکاب اولیش، حقی به آن حولی آب کشانی در مرتبه اول از آن همان مشکاب اولی بود. اگر او به اختیار خود به آنجا آب کشانی را نخواهد، مشکاب دیگر حق داشت که به آنجا آب کشاند. با همین ترتیب مدافع کردن حقوق مشکابان در رساله آنها نبود، لیکن زندگانی آنها را مجبور کرده بود که در مدافعه حقوق خود این قاعده نانوشته را بین خود جاری کنند. وظیفه دیگری آقسقال نظارت کردن به طرز آبکشانی بود. مشکاب را لازم بود که مشک را به زمین نگذارد و در وقت آب پر کردن که بروی زینه حوض گذاشتنی یک طرفی مشک لازم می آید، مشکاب می بایست اول جای مشک گذاری را شوید و بعد از آن یک طرفی مشک را به آنجا نهاده آب پر کند. این چنین دولچه چرمین را که با وی به دهان مشک آب می ریزند به زمین گذاشتن ممنوع بود. مشکاب بعد از آب پر کردنی مشک خود می بایست دولچه را به میخ یا درخت آویخته ماند. اگر مشکاب یکی از این قاعده ها را ویران کند، آقسقال از وی 2 تنگه به نام بیقاعدگی اشتراف می ستانید و مبلغی با این راه جمع شده را در ضیافت ارواح پیر صرف می کرد. ضیافت ارواح پیری مشکابان هم با روحی دینی می گذشت. جمعیت گلکاران و دریدگران هم یک درجه حقوق اعضایان خود را مدافعه می کرد. اگر بین یک استا و صاحب کار ویران شده، استا بناکاری را ناتمام پرتافته رود، استای دیگر حق نداشت که آن عمارت را تمام کند. بعد از راضی کردن صاحب کار استای اولی را، اگر آن استاد دوباره در آنجا کار کردن را نخواهد، استای دیگری می توانست که در آنجا کار کند. اما ارواح پیری این جمعیت هم با روحی دینی می گذشت. شما گفتار 69 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.